اینجا دو تا نمونه داریم از صفحه های بردهای هوشمندی که توی بازار رایجه و معمولاً کاربرای نهایی به دلیل اینکه به این زاویه از دید دسترسی ندارن ممکنه تفاوتاشو متوجه نشن. این صفحه سرامیکیه که شبکه لونه زنبوری آلومینیومی داره، خیلی سبکه و به شدت مقاومه. اما این یکی صفحه یه صفحه در واقع معمولیه که وسطش فوم هست و نسبتاً در مقابل ضربه مقاومتش کمتره و به راحتی خش پیدا میکنه با یه جسم تیز. اما صفحه سرامیکی که هر دو طرفش در واقع سرامیک هست از همکارم میخوام یه ذره تصویر نزدیکتر بگیره. من تقریبا با حد اکثر توانم دارم از این اجسام تیز و خیلی در مقابل ضربه متفاوته. همه بردهای هوشمند لمسی از این صفحه استفاده نمی کنند. خیلی از بردهایی که ما دسترسی نداریم به سطح مقطع صفحه از صفحه‌ای استفاده می‌کنن که با یه جسم تیز به راحتی روش خط می‌افته. ضمن اینکه این صفحه قابلیت اینو داره که با ماژیک هم روش هم بنویسیم هم پاک بکنیم، به خاطر اینکه سطحش در واقع رنگ نیست، یه لایه سرامیکه که تو شرایط دمایی خیلی بالا با تکنولوژی نانو کوت شده یا لایه نشانی شده روی این صفحه. متشکرم.